ندیدم. حقت رو حلال بکن اکا جانا، اکا جانا. بتول سمیعی است، خطرناک بوده. برادرش تو سرش من نشو. ای مجنون، ای سردارم، حال این مجنون را ببین. لیلیش گم شده است و را دیوانه‌وار می‌کنه. جمع زن پشت را. بتول الو سردار، کلتکلس رحمتی شد، وفات کرد. تمام فهمیدم. برادر در کجایی؟ بتول در کجایی؟ در اینجایم. برادرم بتول سامی آروم شو. تمام. اکام در کجاست؟ اکام در کجاست؟ آروم شو. تمام. آهسته. تمام. بابا
از جایت نجو. برادر جون التجا میکنم وقتی مردنیتون نرسیده است. برادر جواب ده. برادرم چشمونت را کشا. الو یاری تجلی است. بمب کفی زود بیایید. یک انسان زخم وزبین برداشته است. نزد ساحل انبارهای نزد ساحل است کو. اخرت را پیدا کنید. زود بیایید. برادر جان برادر از تو خواهش میکنم مرا تنها نگذار. بگو کی بوده است؟ مرد یا اینکه زن؟ مایلش به من رسونده. کمیسر مگر یکون چیز شد؟ مگر زخمی شده است؟ نمیدونم اما از اینجا باید برید. رفتیم برید زود برید. تو هم بر همینجا مونم. گذار اینجا برید. از برای خدا او رو نجات زود باشید. التماس زود باشید. برادر مرا تنها نگذار. برادر خودت رو از دست نده. التماس ماشین رو تیسر بیرون برادر. برادر جان انا من در نزد هستم. پیدا کردید؟ آقای اکرم حالا زهرا رو نیافتم اما چه یافتم در واقع شما خبر میدید. میلش خیر از تو خبر انتظار زود باش. پدر جان بابا جان همون پدر جان هیچ گپ نیست. خدا رو با دست گیرید پدر جان. نفس کشید پدر جان. زهرا مرده باشد چه؟ میلیس دخترم تو چه گپ زدی ایستادی؟ تمام پدر جان همش خوب است. آرام شوید پدر جان. برادرم توقع میکن التماس میکنم نجات مییابد. شبه چنا یکان گپ گوید آخر. برادرم التجا میکنم مرا پرداختن نرو. تو چی چیزها را پس سر کردی نخواهم این را پس سر نکنی. برادر نکن چشمانت را کشی آخر. برادر بتون نبر خوب است بمب سوخته بوده است. من خوبم. زیاغو بتون چه خیلی است؟ بتون خوب است. خواطر میشم کلتکلت رو نمیدونم اما در یک انبار ترکیش سخت شده است. یک کس زخمی شده است. بدونش رو نمیدونم. حالا او را به بیمارخانه التجا میکنم من کم نباشم. بتون آروم باش. بین هیچ گپ نیست. زهرا خوب است. عقل هم خوب است. ممکن است یاسمن در کدام بیمارخانه است؟ تمام زود میآیم. زهرا و بابایت زنگ زن فراموش نکنی بسیار خواطر شده است. میلش ما رو میبرید. ببین به انبار نمیرویم و بیمارخانه میرویم. یافتم من نفهمیدم که این حادثه ها چی معنا دارن. لبت احمق نمیمر که خوبتر فکر کنی. سردارم در اینجا هدفی اساسی کلتکلس است. تکیره نکه خب کن. سردارم دختران را سقراط همچون دام استفاده بود. چرا؟ چون که قصاص جیانش اژدها را خواست که کلتکلس و خشو تبر رو نزدیکانش بسیتاند. همین رو در خاطر بگیر. کلتکلس را به دیگر انبار کشانده در آنجا به جان او قصد کرد و فکرم سقراط کلتکلس را کشت. سردارم کلتکلس را به دام افتاد
انیک جسکل لرزون. خدایا نکای من نباشد. ای احمق بیفهم، خاموش شو با ما زبان شو. من رو باکسش کردم که از دهانم برآمد. نه کلتکلش نمورده، زنده است. کلتکلش شاید اگر سوراخی افتاد گریخته است. زود باشه. زود باشید رونق شوید برادر اینچه مستقل بیخون برادر جون استاد احمد خیلی تو چی کار کردی؟ احمد التجا میکنم بعد هیچ چیز نشود. من بی تو زندگی کردن نمیتوانم. احمد آرام شوید خانم جون. استاد احمد با قوت است. انشالله که صحت میشود. خدایا تا با این قدر به هم دیگر مانندن. عینک‌هایش رو گیر جراحی را آغاز میکنه. پسرم صبحت بخیر باد. صبح بخیر خاله نالان. شما چی خیلی؟ دیگر چی خیلی می شود. تمامی بدنم را خنکی زده است. خدا به شما شفا ده. آمین. تو هم شفا یاب. روزتون سلامت باش. پسرم ماشینت را عوض کن. آخر هر روز احوالت همین است. شب و روز ماشین را تیله میکنی. از تیله کردم تو خسته نشدی مدن. با خدا که خاله نالان من از او از من راستی از یک دیگر راضی ما. خدا از شما راضی باشد پسرم. حرکت کن. بچه ها ماشین استاد احمد باز ویران شد. مجبوریم تله میکنیم. نه بیزار کردی. بچه ها بیاید ماشین رو یک تله دیم. تا انا همون ایستگاه آخه دور نیست کن. پسرم یک ثواب گیراخی دایی می نالی تو. استاد بیزار کردیم برن ماشین کنن و علیش کردن تله کن. همین هم خور شد استاد. آخه این کار با ما هیچ زیبا نمیاره. اگم نزنه تله کنه. نخود دختر ماشین تله کند استاد. آهسته تمام. خیر بچه استاد همین ماشینتون را التماس عوض کنید. پسرم مگر این کم نشده است؟ نه آخر این نوست. خیر روید زنگ زن زود بسیم روید زود باش. مایلش کمتر شده ایستم ای بیزار کردی؟ دخترم بوده؟ نرس مرا رو از اون بوخه؟ این امتحان از کجا برآمد؟ من هیچ تیار نیستم. من هم. امام با این سوالو چقدر جواب میدی همه؟ بین پرگل که تیار کرده استاد احمد. ما رو گفت از استاد احمد خوشگو پرسید جواب رو با شما میگوید. با تو چی؟ شاید من با استاد خودم رو شیرین کرده ایستادم. تو چیکار میکنی؟ مگر با فوتبال نمیرویم؟ آخر امتحان داشتیم. خیر؟ چی خیر؟ بیا میرویم. استاد احمد ما رو هیچ چیز نمیگوید. انشالله. عشقم تو پروانه کن.
خانم ایزگان استاد احمد السلام. چی من حالا هم جواب شما را انتظار بخشیش کدام جواب؟ کدام جواب میشد؟ البته جوابی آیله داشتوی تکلیف کرده بودم. احمد جان من لیکن فکر کردنم را به شما گفته بودم آخه. خب پس نباشد من به صبرانه انتظار. مایلش احمد جان. استاد احمد درسای خوش استاد. به شما هم درسای خوش. تشکر. تلفن ما هم زود بچه ها کنی به جایتان گذارید. روزتان بخیر و شادی بود. روز بخیر بچه ها زود گذارید. روز درس نخونیم. شایی را بیاید. درس نخونیم. این ورقه های امتحان را تقسیم کن. امتحان را آغاز میکنیم. زود. استاد نگیریم نمیشود؟ چی را نگیریم؟ امتحان رو استاد. دخترم بیایید بیهوده گپ نزن. بشین. خدا با شما فهمیش خوب نصیب. پسرم در کجا میگردی؟ گذر امتحان سر شد. استاد برای دیر کردنم عذر میپرسم اما یک گروه بچه با بالای درختی در باغچه بوده برآمده است. گفتم با او کمک کنم برای همین به درس دیر کردم. نخواد گروه بچه در کجا؟ در باغچه استاد در بالای درخت خواستم با او کمک کنم اما نتوانستم. پایش در بین شاخه محکم شده است. حالا هم در آنجاست؟ در آنجاست استاد. از سببی که بالای باد برآمده بود من با او کمک کردن نتوانستم. بیا با همین واسطه رایم که با فوتبال نباشه دیر میمونیم. استاد استاد چون من با ورقه نگاه میکنم گربه پیش چشمم میآید. یعنی آخر حیوانی بیچاره در بالای درخت مونده است. ما در اینجا امتحان میسپاریم. بله استاد. گربه را به حال خودش گذاشته نمیتوانیم. استاد من در این حالت امتحان سپاریده نمیتوانم. دست پایم را بینید چخیل میلرزد. مگر نگفته بودید که اگر حیوانات ها به مشکلی گرفتار شده باشند با کمکشان حرام گناه است؟ بله استاد. یاری کردن با حیوانات ها شرط مگر فرض نیست نگفته بوده؟ استاد به خدا که نرویم او بولش. خیلی بول. دستی گذاشته گفتم بود کو. آخیر بچه ها بینید یعنی البته در دینمان به آنهایی که به مشکلی گرفتار شدن کمک کردن البته این فرض است. شما در اینجا به آواز به امتحان تیاری بینید کنی بچه ها؟ کامران رفتیم پسرم گربه را نجات شد. استاد مگر این برای ما فرض نیست؟ ما هم میرویم. استاد گربه در بالای درخت باشد اینجا ما امتحان سپاریم. این خیلی نمیشه. بله استاد ما هم با کمک گربه میرویم. همین خیلی برادران. بله استاد ما عزیز محروم نکنید. التماس لطفاً. راست میگم استاد. خب بچه ها این خیلی که باشد کنی بیایید. استاد من خواستم با او کمک کنم اما بسیار بلندی بعد که برآمده بود من نتوانستم. در کجا؟ انا در بالای اون درخت. کنی بیا در کجا؟ انا استاد بینید رو. بیا میگریزی مخنون. استاد برایت بعد میرویم. بیا رویم آخر دیر میشود نمیفهمی. حکیم لبا استاد تو چیکار داری؟ استاد گربه را نجات میدیم. کنی یک طرف است یک طرف. شما به من امانت هستید. اما استاد باز نرفتید. این را بیدار پسر. بین از امتحان خلاص شده. خب زنی من تو امتحان رو حتما از آن میگیردم. مگر تو نمیبینی که فکر و خیالش چهل با گروه باز نرفته. کنی من را برداره. استاد آیین زبان استاد بودی خد باشد احتیاط کنید. ای خوبم بچه ها خوبم. ای خوشی میرفتن. استاد احتیاط کنید. استاد محکم باشید. استاد با دقت باشید. استاد باش با چی شد خیزید استاد. چی شده باشد یا خدا یا خدا.
چی خیلی و تو یک چیز رو میگویم امروز چی شد میدونی با بیمارخونه دو آدم آوردن با همدیگر آنچنان مانندن که حالا آنها رو به جراحی میدارن انی آخر در فیلم ها دوگانی کار رو نشان میدهند که با همدیگر سخت مانندن بگاه با کجا رفتن امان رو عمیق کردی؟ ای چرا؟ ای آخر وعده داده بودی چی؟ چی خیلی از من جدا میشوی؟ چی؟ مرا فریب کردی؟ با آن دختری مویزد ها؟ خدا تو رو زند دیگر به من هیچ زنگ نزن احمقی پسی بلحوث همه مردم انا میخیرن اوف باز به من زنگ زده مرا فریب داده نشان رو میگوین آدمی پس باورم نمی آید ای؟ همه تون پست هستی تو هم پست هستی برید او رو دفع کنید از پیش چشمم نبینم شوکت اکم چخیل است شوکت من هم نمیدونم بیتور با جراحی در آوردن زبان و رویش دریده بود خدایا اکم رو نگه باش التجا میکنم خدایا ما یک دیگر رو یفتیم التجا میکنم او رو جدا نکن خدایا بیتور جون آخر با جراحی در آوردن اکم خوب میشود تمام کار رو به دست بگیر در حقش دعا کن صحت میشود کنی اینجا بیا خیز آیا اون بیشرف در کجاست در کجاست اون بیشرف در حقیقت اون انبار ترکیده قطع کلاس در کجاست در اونجا رفته بین سر رویش پاره گشته است دهانش پر از خون است برادرم در آنجا مرده ایستاده است تو چرا میگویی مگر تو دیر داری الیا اونال بس هست دعا بکن که نمیرد او را من میکشم برو دستان خودم میکشم آخر اون بار به تو میگویم به حالش گذار برادرم را بسیار گرد نزن وضعیتش معتدل است او را به حجره دیگر برده میتوانیم مایلش جنابی دکتر نزدیکان احمد شمشک هستند استاد احمد چخیر است جنابی دکتر خوب است با او چیزی نشده است مگر مرده است نه این خیر نیست جراحی خوب گذشت حالا همش خوب است اما یک چیز است حالا هم با پرگی خطر رو پسی سر نکرده است با اینش هم شد احمد برای هر چیز زودتر بیدار شدنش اکنون دعا کنید استاد احمد کی بیدار میشوند شاید یک چند ماه پس شاید یک سال این را عمیق نمیدانیم همش در دست خداست احمد جانم استاد احمدم زود بیدار شم آخر من تو رو انتظارم چه خیر وضعیتش چه خیر در جراحی است ما هم انتظاره بیا ینگه این بشین نه نمیشنم جراحی و بیمار خیلی خوب گذشت تنها زبانش دریده بود شاید دیگر گپ زدن نتواند احوال این بیمار باشد بسیار بد است اگر این رو نجات داده نتوانیم پس زبانش رو گرفته و زبانی او میچسبانیم او گپ زده میتواند آوازش کمی تغییر مییابد لیکن خونروی حالا هم دوام دارد خونش بسیار رفته است حالا خون در کار میشم به او 5 لیتر خون گذرانیدی باز گذرانید نفس کشیش گم شده ایستاده است نبض دلش سوز شد دیگر بیفایده است نام میت زیا بلگی وقتی وفات 15:30 نزدیکان زیا بلگی هستند وفات کرد
السلام علیکم. زود باشید. جای جنت شد برادرم. استاد جان اکنون به تو چی کار میکنم استاد؟ سوال هایم را از کی میپرسم؟ مرا تنها گذاشته رفتی استاد. خدایا مرا و جماعتم را از دست این داملای ساخته خلاص کردی. والله باللهی که قربانی کرده و تمام این مردم محله تقسیم کنم. برادرم چرا مرا تنها گذاشتی؟ بیا بیا برادر، بیا با اون طرف گذر با اون طرف گذر. محترم جماعت، بنده گناهکاری در این تابوت خوابیده را به رحمت خدا و شفاعتش روان میکنیم. شما به این بنده گناهکار آیا حقتان را حلال میکنید یا نه؟ باوری دارید؟ انیق حلال میکنید. حلال میکنید. خوب فکر کنید. من حلال نمیکنم. من نمیبخشم. ای خدا تو را زند ساختگان ابله. آمین یا رب العالمین. سردارم خدمت کنید. این کارو نکنه سردارم. اما میدرویم. آخه سردارم میتواند با مچه در آمدن ممکن نیست. سردارم بوله بخدا. اما با نیت باشید. الله اکبر. زود باشید. احاطه کنه. اطراف رو احاطه کنه. اصلا چی کار میکنی؟ سردارم چی کار میکنید؟ این قدر مردم در اینجا نماز جنازه میخوانند. از بنای خدا این کارا نکنید. این گناه عظیم است. انیق این کتکیلس است. چیه؟ به کمیسر چی کار میکنی؟ مگر سوی مرده سلاح دراز میکنی؟ کاری تو چی؟ چکل کار من چی؟ اکه اونال از برای خدا این کارو نکنید، گناه است. یا ملاکنی تو رو کجا انیق در کجاست؟ نفس گیرکش در کجاست؟ بخشش شکه اونال چی خیلی نفس گیره؟ اسبابی نفس کشی. که اونال چی خیلی نفس گیرد؟ مگر مرده ها نفس میکشن؟ شما را آفتاب زده است. یک گم شب بسیار گم بزن. سردارم من فهمیدم درباره چی گپ میزنند. آیا کینا از کو وقتی که آدم بهوش خواب است نفس سوزی میتن کن نفس که از لای تریزه میگیرن میمونن. برادر اینجا فیلم بنور نگرفته ایستادن. اینجا جنازه است. التماس که اونال آدمو تا بگی برای اگر این هیلتون میگذرد ای اسبابی نفس گیره در کجاست بگویم. برادر کمیسر مشکلی نیست. من شخصا خودم تفتیش کردم. اگر نفس گیرک می بود او را خودم از دهان و بیلیش می گرفتم. توبه کردم خدایا. تو چی کار کرده ایستاده ها؟ تو حقی تحقیر کردنی برادری منو نداری. از اینجا رو زود از اینجا زود رو گفتم. یزنه شما در بین جنازه چی کار کرده ایستاده اید؟ شرم نمیداری؟ بیا بار کنیم. بیا دمولایت طرفی. سردارم بس از آخر اگر من نفس کشک سونی در کار کی باشد از بازار چند قدر که در کار باشد خرده میارم. رفیقان سیلا را پایان کنه زود باشو بچه را ما نماز کلتکرس رو میخونیم میایم. اکنون بنیاد این جنازه این رو نمیخونم. لوی چی گپ است؟ اوه سل شما مامی چه؟ صفحه را راست بکنیم. مرحمت به نماز جنازه.
همه به نیت باشد. الله اکبر. بیدار شد جنابی دکتر. این معجزه است. به خود اومد. شکر خدا. بیچاره 1 سال شد که خواب بود. خدا شفا دهد جناب احمد. جناب احمدش کیست؟ با من چی شد؟ چرا من در اینجایم؟ جناب احمد لطفاً آرام باشید. شما باید استراحت کنید. از برای خدا آرام باشید. فراموش خاطره‌تان گذرنده است. خدا خواهد خاطره‌تان برقرار می شود. خاطرم؟ بله. با خاطرم چی شد؟ پس چرا خاطره من رو گرفتید؟ برگردانید. چرا من در اینجایم؟ چی شد؟ چرا هیچ چیز را به یاد ندارم؟ فراموش خاطری را پس سر کرده ایستاده. روزهای نزدیک خاطره‌تان برقرار می شود. من کیستم؟ جناب احمد. من کیستم؟ آرام باشید. آرام باشید. نام شما احمد شمشک. احمد شمشک؟ بله. از سببی که از بالای درخت افتیدید خاطرات از بالای درخت افتیدم؟ کی؟ دین امروز کی؟ 1 سال شد جناب احمد. 1 سال میگویی؟ زورا جان التماس. سری من چی کار کرده ایستادم؟ چی کار کرده ایستادم؟ مردنی آن آدم را 1 سال نشده است و اویله دار شده ایستادم. زورا جان میدونم اگر گویم قهرت میکنم. باید حق است که تو را مجبور اویله دار میکنم. یعنی 1 سال است که و خیال یک آدمی مرده زندگی داری. زورو جون کالتاکلس وفات کرده است. او دیگر زنده نیست. ولی تو باشی زندگی داری باید حیاتت را دوام دهی. هم ایکو تو را بسیار دوست می‌دارد. چی دانم شاید با گذشته وقت تو را دوست داشته عاشق شوی. چه خیلی عشق سری. چه خیلی عشق. من عشق حقیقی در حیاتم داشتم را گم کردم. دیگر به هیچ کس عاشق شده نمیتوانم.
گرچه که ازدواج کرده ایستاده باشم هم دیدم این رو نمیخواهد. یک سال در اینجا خواب کردم نه؟ یعنی زندگی نکردم ها؟ خوب بود مگر من یگان خشت تبار ندارم ها؟ این کیست ها؟ جناب احمد خاطرش را گم کرده از خانم. چی؟ ای احمد این رو یک جای پس سر میکنیم. امیدت رو از دست نده. یک جای غالب میبرویم. لازم نیست خانم همشیره. این بدبخت کی؟ خانم میچگان یک سال دراز در نزد شما بود جناب احمد. خانم میچگان یا خدایا مرا هم نشناخت. خانم میچگان انشالله همسری من نیست. انشالله با نزدیکی همسرت میشوم چون که تکلیفم رو قبول کردم. بله 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 بله. لبنت آمدی؟ مغازه فتحو از این معلوم میشه که لبنت زن نگردم میخیر نیست. بله مغازه فتحو، ولی من تو رو به اینجا دعوت کردم. تمام یگان گپ گفتن لازم نیست سیلا جان. من از چشمانت فهمیدم که شما چی گفتن میخواهید. بخشیش لیو جان، من نفهمیدم تو از چشمای من چی رو فهمیدی؟ تو حالا هیچ طرف با من آشکار نمیگی سیلا جان ها؟ کامپوزیتور بله موسیقی را بالا کرد. اوه لیون این دختری زیبا رو از جو پیدا کرد. ای خاک برادر. اوه لیون جان روزی بیگ همین تن و نفس خدا با سیلن جان میبخشید وزنی قبول میکنید. بله پوچه ماما لیو جان تو تماما وضعیت رو خطا فهمیدی. من با اینجا بین برای زهره آمدم. چی؟ توبه بسم الله استغفر. بیا عزیزم. یعنی خانم زورا مردن کلتکیلت یک سال نشده است اما شما ماشاءالله شوهر دوم پیدا کرده درم شوهر میکنید. چی؟ لیون خاموش نمیشه. خیر تمام کلتکیلش مرد اما خاطرات او رو هم کشتی. گوش کن سلیم اگر منم وفات کنم مثل خدا رحمتی کلتکیلت شما هم رنگ همین زورا خاموش شو لیون. خاموش نمیشینم. اگر من هم بمیرم خدا نشان ندهد تو هم مثل زورا شوهر میکنید ها؟ مرا حالا کریم های قبر نخوردن حالا استخوانم خاموش حالا که کریم ها بدنم را نخوردن استخوانه هایم پراکنده نشدن در بالای قبرم سبزه ندمیده است. تو هم دویده در آغوش یاون کس میتره مثل خانم زورا. لیون بس کنه خدا تو رو زند لیون. بیامانه در حق شوهر مرد است. تو چه خوب گفته ایستاده‌ای؟ چه؟ مگر نمیبینی دختر در چی احوال است؟ من و بابای اکرم برای ازدواج او چی کارهایی نکردیم. باشی در اینجا چی چیزا گفته ایستاده‌ای؟ این خیلی بگو سلین جان. من فکر کردم که اشک شادی میریزد. بازی من آرام میکنم. لیون تو فقط خود من در آرام کردن دخترها بسیار تجربه زیاد دارم. بازی نیست. خانم زرا و فکر من این قرار شما بسیار عالی جناب است. مرا ببخشید و گپ‌هایی که کمتر پیش به شما گفتم بدیل نکنید. کلتکل از دیگر نیست. فاید مرد. شما باید فقط به پیش حرکت کنید. به پیش. بخشی که در توی شما و کلتکل اشتراک کردن نتوانستید اما در این تویتون وعده میدم که اشتراک کرده خدمت بسیار. من در اصل در توی شما و کلتکل است بسیار اشتراک کردن میخواستم چون که برای من کلتکل است شیرینه بود. میلاش کلتکل است از قانون میگریخت او یک دوست بود اما برای لیون او مردک بود. مردک میمونم. کلتکل است آدمش بود. لیون و شما با هم دیگر بسیار زیبنده بودید. لیون مگمونم دیگر چون شوهر رو پیدا کردن میتونید. او شما رو بسیار دوست میدارم. بدانم
شما را می‌قدر دوست داشت که حتی جانش را فدا. من به خودم گفتم که شما را تنها مرگ از هم جدا میکند و شما را مرگ جدا کرد. کلته کلاسه یا چاقت بکنم خانم زرا کلته کلاس دلت شو کرده ای بسیار در هیجان هستم. عاقبت از بیمار خانه میبرایید؟ بله این شیم و کاستوم مگر از من هستند؟ در تنم کمتر کلان. آخر کمتر خراب شدید جناب احمد. اما من شما را نگاه میکنم. شما را با حالت اولا به نمود پیشرفتم میرسانم. خاطر نشوید. نه لازم نیست. سلامت باشید. از این بعدش رو من خودم حل میکنم. رحمت. مگر این خیلی میشود استاد احمد؟ مگر من شما را در این حالت تنها میگذارم؟ اما لازم نیست. السلام. دکتر. جزدان و شناسنامه و کلیدتان رو گیرید. تشکر زیاد. دکتر این خاطره یعنی خاطره من عجب و کی برقرار می شود؟ چقدر وقت می کشد؟ درباره آن چیزی عمیق گفته نمیتوانم. بینید بالا ممکن است نزدیکانتان را نام آنها را کار و بار آنها را به خاطر نآورید. حتی معلومات های آموخته اتان را هرچی را آموخته شاید به یاد نآورید. اما اگر کارهای تا به امروز کرده اتان را تکرار به تکرار اجرا کنید وقتی به خاطر آوردنتان را زودتر میکنید. فهمیده؟ خدا شفا دهد. خدا شفا دهد جناب احمد. بختون پچ احمد این رو یک جای بستر میکنیم. رمزهای خاطرت رو من حل میکنم. با تو بازی های ذهنی میکنم. همه چیز رو به یادت میارم. از هم اول عشقمون رو. عشقمون رو؟ تو هیچ خاطر نشو. اما یک اینجا بیا. این حالتی گم کردن خاطرت رو هیچ کس نفهمد نباشد دیرکتر تو رو به نفع روان میکنه. وعده میدیم تنها تو و من این رو میتونیم. هیچ کس گم کردن خاطرت رو نمیفهمد. رفتیم بچه استاد احمد میاد. آنادی طلبه باید با پیشوازی تو اومدن عشقم. در حقیقت من آموزگار بودم. بین دیرکتر رو هم کرونا رو هم اومدن. هم کرونا؟ دیرکتر؟ مگر تو هم آموزگاری؟ بله آموزگاری فلسفه هستم. اما خاموشم این سی رو بغیر از هر دویمون هیچ کس نباید دونه. تو به هم کرونا طلبه باید تبسم بکن بس است. بیخند کدی بیخند رفت. چیکار میکنید بچه؟ من رو گذارید بزنید. کنید بچه ها به جایتون گذارید. استاد ما را بسیار ترساندی. شکر خدا که شفا یافتی وگرنه من را از وظیفه هم سر میکردم. خدا شفا دید جنابی احمد. رحمت است. زنده باشی استاد. رحمت است. استاد از دیدارتان شده. تشکر. استاد جانم انا میبینید استاد احمد چقدر با مکتبمون عزیزه. دیرکتوری مکتب حتی به اینجا تشریف آوردن. جنابی مرتضی من هیچ در خاطر ندارم. کلمه معلم شدم. ایو بس نکنید تو بس مدام بین معلمای میشگاه با استاد احمد چنین میگرد. نیست؟ میفوزه دیگر دارن. بخشش معلم. استاد باور کنید شما رو بسیار یاد کردیم. به شما صنفمون گوریستان بود استاد. میرابی استاد وقتتان رو نگیریم به خانه‌تان رفته استراحت کنید. دوامش رو خدا خواهد در مکتب صحبت میکنیم. مکتب در کجاست کنیگویی؟ استاد احمد هر چیز زودتر برای به مکتب رفتن به تو قدی کشید. همین خیلی استاد. بیایید من با ماشینم شما رو میبرم. گلها رو با من دید. تشکر. نه بچه شما با خانه نبوشه در مکتب ما میخونیم. بچه ها زود به خانه هایتان را بزرگ باشید. استاد احمد
خیر باشه. با شما وزمی نشود گفته امسال سیمهای بالایی رو دادیم. چی رو دادی؟ این را هم بگو پورا میشد. من آموزگاری کدام کنم. سلامت باشی. استاد احمد هم برای درسهاشون بسیار در هیجان بودن که کی سر میشوم. همین خیلی استاد احمد. این طرح باشد میرویم. مرحمت. اینش از کجا بردم؟ خاطرم رو گم کردم گفتم اگر خودش را به من چسبنده است خدا زنت هیچ مقالم نشده بسیار زیخم سر دارم. خوزی رفته جنایتکاران رو دستگیر میکنه باز تبم بولیدن میگردن. خیلی شو که بشکن نبرآمده بودیم. لوین بعد از کالتکل از کار را مزش نمون. از این کار دیگر هیچ لذت نمیکنم. سردارم حالا کالتکل زیر خاک است. چیکار کنیم؟ با زیر زمین در آمده آن رو پیگیری کنیم ها؟ لوین میدانی دلم میگوید که آن بشرف باز نمانده است. سردارم خیلی نگوید آدم مرده رو با خوبی یاد میکنن. مگر بیشرف گفتن با شما میزه بر درخت رو دعا کنید برو با نیکی یاد کنید که گناه عظیم است. گناه از گناه ای بیامونه. سیندرومتون اوج گرفت. این سیندروم اونان است. توبه کنید سردارم. توبه. قل هو الله رو خوانید سردارم. قل هو الله. زنده. کی زنده است سردارم؟ التماس آرام شوید. یکی میشود کالتکل زنده است. سردارم شما بیمار شده. بهتره شما رو به بیمارخانه برم. به بیمارخانه. چی خیلی بیمارخانه؟ چی خیلی بیمارخانه؟ وای زنده است. سردارم برای ترسانده ایستاده سردارم. ای پسر وای زنده است. آخر با چشمان خودم دیدم در داخل ماشین بود. را پیگیری کردن لازم است. سردارم چیکار میکنی؟ استعداد باید به محله بریم این طرف. چشم محله حادثه تو رو بگذار آدم را از دست میگه. شاید دوگانی کش باشد. هر آدم دوگانی خودشو داره. خب چنان میذارم که عینک‌ها در چشم میدروید. سردارم شما میدونید که یک آدمی مرده رو تعقیب کرده ایستاده. شما جنایت کرده ایستاده. علاوه بر این وقتی کارمند پلیس رو شما گرفته ایستاده. ای احمق دمت را گیر گفتم. احمقی بفهم و تو میگم کالتکل از رو دیدم. سردارم شما دیگه کار نداره فقط کالتکل است. یعنی هله باشه از باره کالتکل شما رو ترک گفته به خارجه. کالتکل است مور روزش نمیدی در همون گور قرار بزن. دایم کالتکل است. خب کن از پشت تو ماشین رو گم بکنم. استاد یک ساله اجاره پولیتان رو پرداخت کردید. بقیه معاشتان رو باشد با کارتتان گذراندید. میتوانید استفاده برید. سلامت باشید. به خانه تان رسیدید. خوب به شما استراحت خوب استاد. خدا خواهد در مکتب میبینیم استاد احمد. البته جناب احمد جان پگاه در مکتب ما میخوریم. نباشد با اجازت شما میفرمایید. مرحمت. احمد تو بازدید؟ میبینیم. در بین محله مرا پفتافته رفتنده. خوبی کردن خواستید پر را خوبی کنید دفران سراغه خانم را گفته بعد میرفتید. اون زن باشد گویا به من کمک میکرد. فیلسوف هست که فیلسوفی کرده رفت. من معلمی چیم در این مکتب کار میکنم یک متشون نمیدانم. به فکر این خانه نیست. اینجا هم نیست. سردارم متاسفانه گفتم میتوانم که ماشین را گم کرده. کجا شد؟ این آدم کجا غیب زد؟ دیدم آن آدم را با چشمانم دیدمه. سردارم کالتکل مرد او را گور کردم آخر. لوین چی گفتی تو دی؟ من وی را با چشمانم دیدم. بیچاره زنده است. سردارم گوش کنید
حاضر من و شما باید از پس سقراط علیه لعنت باشیم. مگر شما نمیفهمید که سقراط کلتکیلس رو به قتل رسون؟ ما باید از پس سقراط باشیم، نه از پس کلتکیلس. سردارم این کاری که شما میکنید هیچ معنی نداره. خاموش شو. از روی تو من وی را گم کردم. سردارم به محله که حادثه شده است میرمی؟ بله میرویم لوینت. و فکرم خانه ما اینش هست. خرسند شدم بسیار. چی میخوری شما؟ چه عجبا اینجا خانه احمد شمشک است؟ خیلی احمد اینجا خانه ماست. بخشش بسیار خانه زیبا. چشم نرسد روزهای خوش نباشد. یک سال می شود اشکانت خشک نمی شود. اکنون باید به حیات برگردی. نمیتوانم سمی. نمیتوانم. عقب را بسیار یاد میکنم. از روز او را از دست دادم. خودم را هیچ خرسند حس نمیکنم. هیچ. شاید این که می باشد تو رو خرسند میکند. این چی است؟ تو رو از عقد خواستگاری میکنم بتون. در حضور او، در شاهدی او با من اویله‌دار میشوی. من همین با فکرم اشک شادی میریزی. این دفعه با من بله میگویی ها بیتر؟ مگر همین اشک شادی هستم؟ بله. چی تو مرا مسخره میکنی؟ من از غم مرده ایستادم، تو مرا مسخره میکنی؟ بیرو از اینجا. بیتول ای کلتکیلس بلازنت وقتی مردنت رو یافتی ها؟ میمردی که بعد از توی منو بیتول میمردی. گرچه هنگامی زنده بودنت تو یک بلای سرم بودی. خدا رحمتت کند. پیدا جان گوش کن. سوال دارم بپرس جواب میگویم. تو از اون دامولای دیوانه هم سوال میپرسی. او جواب میداد. از من هم میپرس. من جواب میدم. ببین اگر از من سوال نپرسی جماعت به من اونقدر اعتماد ندارد. دامولای دیوانه من از دامولا زیاد سوال میپرسم. از تو نمیپرسم. منو به حالم گذار. چی ها میگویی توی؟ سوال ده بیسرم. سوال ده. ببین یک لحظه صبر کنه. از من سوال بپرسود. سوالات رو بپرس از من. از اتوبوس نفر آمده جواب میگویم. من از شما سوال نمیپرسم. روید از این جایی. نمیشه باید بپرس. با او جای دیگه دکه. نه ناراحت نشوید. بپرس. چند شده که؟ یک لحظه من پولی پیدا دارم. من خودم گراه میدم. من از شما پول نمیخوام. چی ها میگوید؟ روید از این جایی. یک لحظه راننده. خدایا توبه. سوالات رو بپرس. زیاد سوال نده التماس. صبر کن ایستا. نگوریز. یا خدایا توبه. چرا با من چسبیده است؟ منو بیزار کرده است. استغفر. چرا مرا در این دنیا تنها گذاشتی؟ استغفر. خدایا با من کمک کن. این دیوانه رو نمیفهمم. میگه از من سوال چرا من از آنها سراغ خانم را نپرسیدم؟ اوف، من خانه را از کجا میابم؟ یک به یک با این کلید درها را گشوده نمیتوانم. این خانه در کجاست؟ خانه در کجاست؟ حالم را ببینم. اوف. سعی و کش کرده باز به همان جا آمدم. اوف. در کجا
کجاست این خانه؟ احمد جون خوش آمدی پسرم، از دیدارت شدم. رحمت در بیمارخانه بودنت خبرگیری رفته نتوانستیم، اما دعاهایی که به من آموختی در حقت شب و روز میخوندم. علاوه بر این خانه‌ات را هم نگاه بین کردم. خانه هم را گفته؟ بله نگاه کن، انا ببین چگونه زیبا شده است. شوهرم گل بر این خانه‌ات را نگاه بین کرده است. از ما راضی باش. رحمتی کلام، دستتان درد رو نبینه. تشکر زیاد. نمیارزد. خوش آمدی پسرم. خوش باشه. مایلش یکم خدمت باشه گپ زد. تشکر. وای وای، خانه همون همینجا بوده است. با خدا بسیار خوب نگاه میکرده. بسیار مثل گل نگاه کرده. رحمت. خانه من همینجا بوده است. مگر در اینجا زندگی میکردم؟ مایش بد نبوده است. وای اوهو، این کیست؟ این را بین. مگر این منم؟ فو، از راستی من بدرو بودم. اگر موی سر من همین میشه، قد و قامت را بلا زندم از شمشیر. اوف، این صورت رو از اینجا گرفتنم لازم. این چیست؟ خب من این رو چرا بینداختم؟ چشمان من بسا خوب میبینم. عجبا، هنگام سرم به زمین برخوردن بینیشم برقرار شده باشم. زهرا، 2 روز بعد آیله دار میشوی. این چی حال است؟ اکنون خودت را جمع بکن. از آن کلتکی لحظه که 1 سال ما را فریب داد، عقل و هوشت را دور بکن. بابا جان لطفاً درباره او این خیلی گپ نزنید. بین، حالا هم او را پشتیبانی میکنی؟ دامولا پنداشتیمش دوست برآمد، دامادش پنداشتیم ساخت کار برآمد. این حال را بین دخترم آخر. بابا جان چند بار دیگر به شما بگویم، زیا را به این ازدواج من راضی کردم. کلتکی لحظ بودنش گناهی توست زهرا. او را دامولا زیا گفتیم، دوست داشتیم، حرمتش کردیم. آدم کلتکی لحظ برآمد. گوش کن زهرا، تمامی مجبور کردن من برای خوبی توست. ای کت را من از خوبیش میشناسم. اگر از تو را خوشبخت کردنش باور نمی داشتم، برای خانه‌دار شدنت مجبور نمی کردم. من دیگر خوشبخت شدنم رو فکر نمی کنم بابا. لیکن می سنجم، به خاطر شما می سنجم. بهترین، بسیار خوب.
بسیار خوب. تو یک تای من هستی، یک تای من هستی، یک تایم. حالا خانت را آباد بکن، بعد کار را سر میکنی. 1 سال شد که به جای کارت قدم نمانده ای. همین خیلی؟ من کار کردن نمیخواهم. چی نمیخوایی؟ من... تو چی فکر داری که من چرا به این ازدواج تو را مجبور کردم؟ خودت را جمع میکنی، به کارت برمیگردی، مانند پیش یک زن بسیار زیبا میشوی و پیش راحت گشاده میشود. روزهای نیک تو را انتظار است. آن کلتکیلس گفتنی آدم را اکنون فراموش میکنی.